الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. امشب همه ما عاجزیم از این که بتوانیم شکر پروردگار را به جا بیاوریم، چرا که الله تعالی لطف و رحمتش شامل حال ما شد و همه ما را امشب حاضرین در این جلسه توفیق عنایت کرد که در این مکان مقدس که اینم جزء مسجد محسوب میشه من و شما بیاد الله تعالی به ذکر پروردگار به فکر دین و فکر آخرت بشینیم. در ماه مبارک رمضان شب 17 رمضان هست، شب جنگ بدر. فردا جنگ بدر رخ داد و امشب آن حضرت صلی الله علیه وسلم در محل بدر حضور داشتم با صحابه. خیلی شبی بود که آن حضرت نخوابیدن و به دعا پرداختند و دعا کردند و دعاهای آن حضرت دعاهای عجیب و غریبی است که با تضرع به بارگاه الله تعالی دعا کرد. دشمنان طرف رقص و ساز و دهل راه انداخته بود و نقشه می کشید برای مسلمانان، اما جمعی کوچک مسلمانان به تضرع و زاروی به الله و نیایش خدا مشغول شدند و فردا ماتم بزرگ و عزای بزرگ بر سر مشرکین مکه افتاد و شکست خوردند و کشته دادند و تارمار شدند و اسیر دادند. لحظه این شب یکی از شبهای خاص در ماه رمضان، در تاریخ رمضان از شبهای خاص جنگ بدر اولی جنگ هست که مایه عزت شد برای مسلمانان، مایه فیروزی برای مسلمانان را در دنیا مطرح کرد و مسلمانان همه قبلا عزت نداشتند آنچنانی در دنیا و مسلمانان معزز کرد، عزت داد، تاریخ داد و همین الله فرموده که ولقد نصرکم الله ببدر
و انتم اذلة. شما را الله تعالی نصرت داد، به بدر نصرت کرد و شما خیلی قلیل بودید، شما مطرح نبودید، شما نام و نشانی نداشتید و بدر شما را در دنیا مطرح کرد و فیروزی برای شما شد و عزت آورد برای شما. و لحظه این جلسه از این بابت امشب بسیار معزز است که در ماه رمضان و 17 بدر و هم امشب به هر حال این عزیزانی که دانش آموختگی کسب کردند از برادران و هم از خواهران و هم از حفاظ، به هر حال امشب اعطای جوایز به اونها هست و لحظه جا داره که از همه مردم عزیزی که در این جلسه حضور پیدا کردن شکرگزار باشم و همه علمای عزیز خاص که زحمت میکشند، دل سوزند و خصوصا جناب مولانا استاد تفسیر جناب مولانا محمد عثمان حفظه الله تعالی که همت کردند و این جلسه را امشب تشکیل دادند و واقعا مسجد که ما اینجا میبینیم متاثر میشیم. ماشاءالله مسجد بسیار زیبا و مستحکم و مسجد خوبی بنا شده است و همه دعا بکنیم که الله تعالی مسجد تکمیل بکنه و آثار ماندگاری باشه و الله تعالی مسجد یک عبادتگاه بگردانه و آباد بکنه و تمام مسجد الله تعالی مساجد نیم ساخته تکمیل بگردانه. اینجا صحبت شد در این جلسه، دوستان و همه صحبت خوب کردن، هم فرماندار محترم، هم مولوی صاحب مولانا الیاس امام جمعه محترم آباد و هم مهمان به این جلسه جناب حاجی آقای آکو که هم آخری صحبت کردن، از نهاد نمایندگیشون صحبت کردن و به هر حال شما صحبت را شنیدید و آخری عرایزی که به هر حال خدمت شما بنده عرض می کنم و حقیقتا نمیخوام جلسه طولانی بشه ولی یک سری درد دل دارم امشب که با شما مقدار صحبت کنم و درخواست دارم از پروردگار هم از رب که نگاه رحمتش را در به سر ما بیاندازه امشب و یک گوشه ای از نگاهش اگر به سوی ما بیفته، عزیزان من، کشتی ما را به ساحل میرسانه و ما سبب نجات ما میشه. نگاه رحمت پروردگار و فضل الهی ما را میتوانه که نجات بده و ما نجات ما نیاز داریم به توجه پروردگار، به نظر لطف الله تعالی و نگاه رب و بدون فضل ایشون و نظر لطف ایشون هیچی ما نیستیم، از ما تمامه. ولی هرچه هست فضل او و با فضلش ما را دریابه و امشب ما را مغفرت کنه و ما را هدایت بده و ما را امشب از رحمت مالامال بگردانه. ماه ضیافت پروردگار است و رمضان است. عزیزان من، عرف بنده از اینجا خدمت شما عرض می کنم که الله یک برنامه برای انسان تدارک دیده و برنامه ریزی کرده است که این برنامه بسیار برنامه کامله. طول تاریخ از روزی که بشر قدم گذاشته است، الله تعالی قبل از اینکه بشر را بپرسته برای در علمش بوده که بشر را میپرسته، در تقدیرش بوده که بشر را به وجود می آورد. الله برای او برنامه ریزی دقیق کرده است. الله من و شما را در این دنیا بشر را بدون
بدون برنامه و با برنامگی نفرستاده. همینطوری الله خدایی اتفاقی بشر نیامده. بشر موجودی است که حساب شده، اما همه چیز حساب شده، همه چیز بر اساس تقدیر خدا، بر اساس اندازه خدا، و تقدیر خدا بسیار حکیمانه و بسیار درسته و بسیار صحیح است. و الله تعالی بشر را که خلق کرده و فرستاده برنامه بسیار دقیق داده و او برنامه دینه، به نام دینه. و این دین برای انسان سازنده و انسان هم می سازه و انسان به وارستگی می رساند. انسان از لحاظ اعتقادی، انسان از لحاظ عملی، انسان از لحاظ اخلاقی، انسان از لحاظ بعد اخلاقی، انسان از لحاظ بعد معاشرتی، معاشرت و زندگی کردن با دیگر انسان ها، انسان از لحاظ معاملات و بالاخره معاملات داره. انسان بخواه حکومت کنه از لحاظ حکومتی، از لحاظ تمدن و از هر حیث الله تعالی برای انسان برنامه ریزی کرده است. و انسان وقتی که تحت این برنامه نورانی و این برنامه بی‌مثل و بی‌مانند خدا قرار میگیره، انسان سخت میشه. ساختن انسان آسان نیست. ساختن هر موجود آسان تربیتش، تربیت انسان دفاع سخترین تربیت، خیلی دقت میخواهد، خیلی برنامه ریزی میخواهد، خیلی حکمت میخواهد و الله بشر برای بشر حکیمانه برنامه ریزی کرده است. و از بهترین برنامه های الله نه که از لحاظ اعتقاد انسان بسازه. سه محور بزرگ اعتقادی الله تعالی برای انسان قرار داده. یک محور عظیم توحید پروردگار است که انسان تنها خدای واحد لا شریک پرستش بکنه، خدای یکتا را پرستش کنه. خدای واحد لا شریک تنها خالق، تنها مالک، تنها مالک الملک، تنها رازق و تنها معبود. همه مخلوقان خالق یکیست، تنها پیدا کننده که بدون سابقه، بدون نمونه به وجود آورده است، خلق به کار برده. و خلق تعریفش همینه که بالاخره مثال نیست، یک نقشه نیست، طرحی نیست. و الله تعالی بدون یک طراحی که طراحی بکنه مثل مهندس و یک ساختمان به وجود، یک پروژه را میاره به وجود، الله بدون طراحی و قدرتش با حقی حکمتش نیاز نداره به طراحی. انسان به وجود آورده است، خلق کرده، نه انسان، تمام موجودات. و دوم عزیزان من، بدون هیچ مواد نیاز نیست، بدون هیچی الله تعالی وقتی که چیزی را بخواد خلق میکنه، خلق میکنه. با اصل هم باشه خلق میکنه. وجود انسان از گل آفریده و هر بسیار این زنده ها را همه از قطره آب خلق میکنه، از آب. ولی از آبی که بیجانه انسان جانداری را خلق کرده، همه این جاندارا را خلق کرده، دست داده، پا داده، مغز داده، دل داده و همه اعضای بدن را الله تعالی در وجود انسان از یک قطره آب گذاشته است. این خدایه، این کاری کسی دیگه نیست، کسی دیگه این قدرت نداره. تنها خالق، تنها معبود، لایق پرستشه، دیگه بغیر از خدا دیگه هیچ کسی لایق عبادت نیست. این اولی اعتقاد در تمام ادیان سماوی، اعتقاد یکی بودند. در اصول تمام ادیان قبل از اسلام هم با دین اسلام یک اعتقاد دارند. اصول همه انبیاء یکی است.
ولهذا عزیزان من اللہ بخش ابو کہ ہمیں بلند کو بعض مظاہر ہیں ہمیں بلند کو سے کم بھی دیں میں کرتے ہیں تو عالم شرح درود ختم فرما ولہذا عزیزان اولی اعتقاد کہ محور عظیم توحید کہ خدا فرستی ہے ہمہ چیز از دست خدا می شود و هرچه خدا بخواد همان میشه مخلوق و خدا بی نیازه نیاز نداره به هیچ کسی و بندگان همه نیازمندن مخلوق همه نیازمنده همه محتاجن انبیاء و اولیاء همه محتاج پروردگارن فرشتگان محتاج خدا نیازمند خدا ولی خدا محتاج هیچ کسی نیست به کسی پروا نداره به کسی نیاز نداره همه نیاز بوده و دومی سروران گرامی اصول اعتقادی مهم آخرت هست اعتقاد به این که ما بعد از مرگ زنده میشیم و برای حساب و کتاب به مرگ الله میاییم این اعتقاد در تمام ادیان سماوی بوده و در دین اسلام هم هست و این اعتقاد مهمه و سومی اعتقاد که محوران و اصولان و رسالت هست و رسالت یعنی اعتقاد به انبیاء علیهم السلام اعتقاد به نبوت که الله پیامبران فرستاده و پیامبران صاحبان وحی بودند و فرستاده خدا به سوی ما هستند و شریعت ها را همه این انبیاء آوردند و لہذا نبوت ایک دیگری از اعتقادات و این خیلی حیاتی ہے و ہر یک از این اعتقادات بعد مجموعه دارند و مجموعه بسیار وسیع و منظومه هستند که اینها اصولا و محورند ولی بالاخره تمام معتقدات دین را و تمام دستورات دین را و همه آنچه که پیامبران آوردند حضرت رسول آورده جمیع آنچه که حضرت رسول آورده است همه را ما قبول داریم و اعتقاد داریم تمام احکام آورده تمام تعلیمات آورده و این از بعد اعتقاد اول دین اسلام برنامه ریزی است الله تعالی آنی که انسان را بسازه انسان ها تنها یک خدا را پرستش کنند قیامت همیشه جلوی چشمشان حساب و کتاب باشه قیامت فراموش نکنند و رسالت هم همیشه جلوی چشمشون و منظرهشون باشه که بدونن تمام این احکام را پیامبران معصوم آوردن پیامبرانی که الله اونها را حفاظت کرده و عصمت داده از گناه و هیچگاه بر الله تعالی چیزی اضافه نمی کنند آنچه که الله تعالی دستور داده همان امانت رعایت کردن پیامبران همه امانت دار خدا و همه صادق و امینن و از لحاظ اعتقادی مرد این دین اسلام بسیار بسیار به یک مقام بالای میرسانه در حالی که دنیا هزاران معبود عبادت میکنن و میگفتن توی هندوستان که چندین میلیون معبود در هندوستان موجوده همه چیز عبادت میکنن گاوا عبادت میکنن حتی مار و گژدم عبادت میکنن در رنده ها را عبادت میکنن و خیلی چیزا را بندگی میکنن و لحاظ این معنی گم کردن الله تعالی که انسان خداش را نافدید بکنه و به این و اون برای عبادت فنا ببره چقدر به خدا قسم این احسان الله تعالی همین اعتقاد صحیح نعمت عظیم الله تعالی کسی که الله هدایت کنه به اعتقاد درست الله به او سرمایه عظیمی داده این سرمایه اعتقادی قابل قیاس با سرمایه های دنیا نیست این که من و شما را الله به اعتقاد قابل قبول به اعتقاد صحیح و درست راهنمایی کرده است و هدایت بده این نعمتی است که مثل مانند نداره به بهترین عمل کرد بعد قرآن ما را راهنمایی کرده نماز زکات
روزه است، حج و اینها سروران گرامی از ارکان مهم دین. شهادت لا اله الا الله، کلمه توحید لا اله الا الله است، هیچ معبود غیر از خدا نیست. کلمه شهادت به رسالت آن حضرت، به وحدانیت پروردگار. و لہذا و این فرائض مهم، نماز، زکات، روزه، حج و جهاد در راه الله تعالی. وقت اسلام مورد هجوم قرار بگیره، مسلمانان مورد هجوم قرار بگیرن، در شرایطی که علما فتوا بدن، در شرایطی که کارشناسان اسلام تشخیص بدن، بالاخره این جز فرائض و خیلی فرائض دیگه هست، خیلی واجبات هست و اینها همه سازندن. انسان می سازند از عباد مختلف. نماز انسان می سازه و نماز از عبادتهای بزرگ وزی عظیم و چیزی که آن حضرت می فرمود که نماز روشنایی چشم منه و نماز راحت روح و روانه و جسم و روح آن حضرت صلی الله علیه و سلم بود. به نماز خیلی علاقه داشت، نماز را خیلی دوست داشت. صحابه کرام نماز را خیلی دوست داشتن که قرآن می فرمایند تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. صحابه در حالت رکوع گاهی دیده می شدن، در حالت سجده، توی مسجد، توی خانه شون، توی باغهای کشاورزی، زمینای کشاورزی، توی راه شتر سوار بودن، اسب و الاغ سوار بودن و صحابه کرام نماز می خواندن. زکات خیلی پایبند بودن، حج پایبند بودن، روزه پایبند بودن. همه این انسان می سازند و انسان به وارستگی می رسانند. این دین کامله و کامل برنامه ریزی شده است برای ساختن امت ما، برای ساختن جامعه بشری، برای ساختن جامعه انسانی، برای ساختن زنان، برای ساختن جوانان، برای ساختن همه طیفها و همه طبقات و هیچ کسی از این عبادات استثنا نیست. و اخلاقان، وقتی اخلاقی که تو دنیا پیدا نمیشه. بنده به شما اینا به صورت یقینی میگم که امروز در تمام تمدنها آنچه که در بحث اخلاق و بخش اخلاق هست از دین اسلام استفاده کردن، خوشچینی کردن از سیره رحمت للعالمین و از قرآن عظیم الشان. اونها آمدن اخلاق گرفتن، اگرچه به نام قرآن اونها عرضه نکردن ولی از قرآن گرفتن، از زندگی زیبا و سیره بی آلایش و مقدس حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بخشای اخلاق گرفتن. توی دانشگاه امروز، دانشگاه دنیا تدریس میشه همون اخلاقی که قرآن او را بیان می‌داره، همون اخلاقی که اخلاق رحمت للعالمین، سیره آن حضرت، زندگی آن حضرت. امروز این دین از دین اسلام دنیا استفاده میکنه و اما نه به نام اسلام، به نام خودشون استفاده میکنن. از اینجا گرفتند و بردن، از این خزانه استفاده میکنن، از این گنج استفاده میکنن، از این اقیانوس بیکران بهره میگیرن. ولی عزیزان من، جای افسوسه، جای حسرته که ملت مسلمان از این تعلیم زیبا، از این تعلیم سازنده، از این تعلیمی که انسان میسازه و انسان گوهر قرار میده و انسان بهشتی میکنه، خود مسلمان از این فاصله داره. امروز همون صحبت سید جمال الدین اسدآبادی که گفته اروپا رفته است، آنجا مسلمان ندیده ولی اسلام دیده، یعنی دیده که مردم دروغ نمیگن، مردم خیانت در امانت نمی کنن. در اروپا کلاهبرداری کمتره، در خیلی بلاد غیر اسلامی به اخلاق اسلامی توجه دارن، اما
مسلمان در بلاد اسلامی مسلمان فراوانه، اما مسلمان به اسلام عامل نیستن. نام مسلمانه و از خانواده مسلمان به دنیا آمده، اما مسلمانی که احکام خدا را ضایع کرده. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. بعد از انبیاء علیهم السلام کسان جانشین انبیاء شدند، جای انبیاء را گرفتن که نماز ضایع کردن. ضایع کسی که نماز ضایع بکنه چه مسلمانی عزیزان میمانه، چه دینی میمانه؟ بعد از این که نماز ضایع بشه، بعد از این که کاهل نمازی بشه، و نماز که پایه اساسه و رکن مهم دینه، وقتی نماز ضایع بکنه خوشحالی که من مسلمانم، خوشحالی که من اهل دینم. اما عزیزان من خدا میگه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، نماز ضایع کردن بعد از انبیاء، و اتبعوا الشهوات، دنبال شهوات و لذات افتادن، دنبال گناه رفتن، دنبال زنا رفتن، دنبال مشروبات الکلی رفتن، دنبال مواد مخدر رفتن، دنبال انواع گناه ها و فساد رفتن. نام مسلمانه، پدر و مادر مسلمانن، آبا و اجداد مسلمانن، شناسنامه اسلامیه نام، اما عمل کرد خلافه، ولهذا گناه ها آمدن. این گناه خطرناک. امروز چه اندازه در جامعه اسلامی گناه موجوده و مردم خیال میکنن که این گناه نقصان ندارن. عزیزان من این گناهات تباهی دارن، تبعات دارن، ضایعات دارن، و اینها زمین را زمین فاسد میکنن. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. زمین الله صالح آفریده، زمین الله تعالی خوب صحیح آفریده که توی زمین هیچ فسادی نیست. اما چه کسی زمین فاسد کرد؟ بشر فاسد کرد. و انسانی که خون ناحق میریزه او زمین فاسد میکنه، نه زمین خودش را، زمین من و تو را، زمین جامعه انسانی را، زمین مسلمانان را فاسد میکنه. لذا این زمین با خون ریزی ناحق فاسد میشه. این زمین با سرقت و رهزنی فاسد میشه. کسانی که سرقت میکنن، گوسفند مردم ها میبرن دامداران، شتر دامدار میبره، مرغ مردم ها سرقت میکنه، ماشین مردم ها میبرن، و اینها مفسدن سروران گرامی از دیدگاه قرآن. و این فسادی است، زمین فاسد میکنن. این زمین قابل زندگی نمیشه. این زمین امروز قابل زندگی نیست. این شهرهای ما امروز قابل زندگی نیستن. زمینی که شما دیدی کرونا آمد چه این مشکلات اینجا درست کرد، چقدر مردم خوب وفات کردن، چه علما خوب و چه ریش سفیدان و معتمدین، چه انسان لایق وفات کردن. این همینه که زمین قابل فاسد میشه، زمین دوچار قحط میشه، زمین دوچار زلزله زدگی میشه، زمین پر از غم و اندوه میشه، زمین پر از اختلاف میشه، و زمین فاسد میشه و فضا فاسد میشه با گناه. وقت سرقت باشه، وقت رهزنی هست، وقت عزیزان من قتل ناحق و ادعای هیچ نمیدانند که به چه گناه مردم میکشند. قتلای فامیلی است و فامیل میکنند و مردم میکشند، خویشاوند میکنند و میکشند. این انسانای بیگناه جواب خونینه را چه کسی میده؟ دولت میده، ملت میده، علما میدن، ما میتوانیم بدیم. هیچ کسی از ما جواب خدا را نمیتوانیم پردا بدیم. شما میتوانید و ریش سفیدان میتوانند جواب خدا را بدن. نه، قتل ناحق، کسی که قتل نکرده، آدمی نکشته، فامیل کردن او را زدن، عزیزان من گناه سنگینی است.
فاسد کردن زمینه. اینهایی که مشروب میخورن، اینهایی که مواد مخدر مصرف میکنن، حرامند اینها. به زنا گرفتارن، بعضی ربا هست، رشوه هست و اینها تهمت غیبت هست و اینها همه دروغ و خیانت در امانت و عهد شکنی و وعده خلافی، همه اینها فاسد کردن زمینه. هم این پیغمبران خطاب کردن ملت خود را که ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. این حضرت شعیبان که قومش را خطاب میکنه که شما در کیل وزن کم و زیاد میکنید، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، بعد از اصلاح زمین شما زمین فاسد نکنید. این حضرت صالح که قومش را خطاب میکنه که با خدا شریک نگیرید، با خدا توحید خدا را انکار نکنید و زمین فساد نکنید، ظلم نکنید. هر جایی که ظلم باشه آنجا فساد عزیزان، فاسد کردن زمینه. کسانی که ظلم میکنن، حق مردم ضایع میکنن، حق مردم داده نشه، حقوق الناس رعایت نشه، این فساد در زمینه و زمین فاسد میکنه، زمین قابل زندگی نمیشه. وان حضرت فرمودن که یک زمان می آید که مردم از این که بر سر زمین زندگی بکنن، داخل زمین مردم برن، یعنی توی قبرها بهتره. چرا که بیرون زمین همهش لعنته، همهش نفرینه، همهش ناراضگی خدا نازل میشه. الله من و شما را نجات بده عزیزان. وقتی توی زمین گناه باشه، من و شما بی تفاوت نشستیم، دست گناهگاران نمیگیریم. میگن بسیاری که جماعت تبلیغی برن تبلیغ بکنن، نه، این تنها با جماعت تبلیغی نمیشه، با علما نمیشه. همه من و شما مسئولیت داریم، همه شما من و شما مسئولیت داریم، وظیفه داریم. رسالت من و شما هست که من و شما جامعه را اصلاح کنیم. همه زنان رسالت دارن، همه مردان رسالت دارن، دانشجویان و طلاب رسالت دارن، تجار و کسبر رسالت دارن، چوپان و کشاورز رسالت دارن که نسبت به دین فکرمند باشن و مردم به کار خیر دلالت کنند و از کار زشت جلوگیری بکنند. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. الله می فرمایند که شما بهترین امت هستید، به نفع مردم در آورده شدید، به خیر جامعه انسانی امر به معروف، کار نیک امر میکنید و از کار زشت جلوگیری میکنید. این وظیفه همه است که از اسلام حراست کنند، از اعتقاد حراست کنند، از احکام حراست کنند، از اخلاق حراست کنند، از همه حقوق مردم حراست کنیم و از حقوق مردم دفاع کنیم که حق مردم ضایع نشه، حق زنان ضایع نشه، حق یتیمها ضایع نشه. حضرت فرمودن اللهم انی احرج حق الضعیفین، یا الله من حرج قرار میدم، گناه قرار میدم حق دو ضعیف را، حق زنان را و حق بچه ها را. حق بچه ها ضایع نشه، حق اطفال و کودکان ضایع نشه، حقوقشون حفظ بشه، حرمتشون و ترحم بر بچه ها حفظ بشه، حقوقشون رعایت بشه و حق زن میراثشون را کسی نخوره، مهریه زنان کسانی نخورن که پرداخت نکنن، یا سر زن دیگه زنی بگیره و از جواز الله تعالی استفاده بکنه، بعد حق زن اول رعایت نکنه. ای جواب این زن کی میده روز قیامت؟ جواب خدا را کی میده اگر بنده با شما
از مجوز شریعت استفاده کنیم و بعد توصیه شریعت رعایت نکنیم، تاکید خدا را رعایت نکنیم که خدا میگه شما زنها را حقوقشون را رعایت کنید و معلقشون نگذارید. زن معلق همونه که نه شوهر داره، چرا شوهر به او سر نمیزنه، شوهر به او حقوق نمیده و نه عرض به حضور شما که حقش را رعایت میکنه نه طلاقش میده. زن معلق گذاشته است، ولی زنها را الله میگه معلق نگذارید، حقوقشون بدید، حقوقشون رعایت کنید، حداقل رضایتشون بگیرید و مصالحه کنید با زنان در رابطه با حقوقشون. حقشون را اگر نگیرید در قبر باید حقشون بدید، اینجا ندید در آخرت بدید. این که زن حقش را میبخشه، زن اگر از ته قلب حقش را نبخشه بخشیده نمیشه. اگر مهریه زن من و شما اینجا ندادیم باید قبر بدیم، اگر اینجا ندادیم در صحرای قیامت زن نماز و حج و روزه من شما را میبره و لحاظا این سخت خواهد بود برای ما که انجا محتاجیم و نیازمندیم و زن بیاید حق ما را ببره، روزه ما را ببره، حج ما را ببره. الله تعالی حقوق همه انسان را از ما میخواهد که ما مراعات کنیم. حق زنان با زنان با اخلاق نیک برخورد کنیم و حق و حقوق اونا را رعایت کنیم و شریک زندگی ما زن هست و زنان هم حرمت شوهرشون را نگه دارند و حق شوهر هم حق سنگینی است. و فرمودن که اگر سجده برای کسی روا بود به زن میگفتن که شوهرش را سجده بکنه، نه فرمودن که به فرزند میگفتن پدر و مادر را سجده بکنه، گفتن به زن میگفتن شوهر را سجده کنه، ولی سجده بغیر از خدا به کسی دیگر روا نیست. لحاظا زنان باید حرمت و شوهر حق و حقوق، این حق هر دو تا حق زن و مرد برابره، مثل یک ترازویه که دو فلاش را شما برابر بکنید، یک طرف حق زن یک طرف حق مرده، هر دو حقوق رعایت بشن. حقوق والدین، مادر و پدر حق سنگینی است و امروز چقدر مادرانند و پدرانند که آه و ناله میکشند که حقوقشون را فرزندان رعایت نمی کنند. البته بسیاری فرزندان سعادتمندند که پدر و مادر در حق اونا دعای خیر می کنند و از اونا راضی و خوشنودند. این فرزندان سعادتمندند. اما فرزندی که سعادت نداره، او فرزندی که مادر و پدر را نگران بکنه، مادر و پدر را سرگردان بکنه، مادر و پدر از دستو پریشان، درس نمیخوانه، دانشگاه نمیره، حوزه نمیره و خدمت هم نمیکنه، با افراد ناباب همراهه، برای مادر و پدر بدنامی و تاوان می آورد. لحاظا این فرزند ناموفقه. و لحاظ عزیزای حقوق والدین، حقوق برادران و خواهران و صله رحمی و خویشاوندان، این همه حقوقا یک طرف توحید و احکاما و عزیزان من یک طرف دین حقوق مردمان و این حقوق الناس بسیار زیاده. این همه دینن، رعایت کردن اینها شما را به بهشت میبره، دین شما را به کمال میرسانه. اگر اخلاق من و شما خوب باشه، اگر حقوق مردم من و شما بتوانیم رعایت کنیم، من و شما حقوق الناس رعایت کنیم، دین شما من و شما به درجه کمال میرسه. با همین دعای و خدمت والدین و نماز و زکات و حج و همین احکام باید تکمیل. این دین تکمیل شده، دین کامل از بخش اعتقاد و احکام و اخلاقش تا معاشرت و تا تمام حقوق الناس و معاملاتش را وقت شما این فروزه دینه، شما این فروزه دینی را در زندگیتون پیاده بکنید، جای شما جنت فردوسه، رضامندی الله، به وارستگی میرسید، تزکیه میشید، اسلام میشید و شما زمین راه میرید و الله رب العزت شما را محبوب داره. شما بسیاری هستند که بر زمین راه میرن، آل بهشتن،
دوست خدا، رحمت خدا بر سر اوناست. بسیاری بر روی زمین میرن آل جهنمن، لعنت خدا بر سرشونه و نفرین خدا بر سرشونه. الله من شما را نجات بده، الله من شما را حفاظت کنه. عزیزان من، اینان که هیچ نیک و بد را تشخیص نمیدن، حرام و حلال تشخیص نمیدن و حق و ناحق تشخیص نمیدن، حرف زور میگن، فساد میکنن، نامشون مسلمان باشه یا نامشون غیر مسلمان باشه، نفرین خدا نازل میشه. اونایی که بر اولیاء خدا، دوستان خدا بد و بیرا میگن و لعن و نفرین میکنن. اونایی که تهمت میزنن بندگان صالح خدا را، حالا بنده اگر ناصالح باشه هم تهمتش سخته. حق مردم میخورن، مال مردم عیب و ویل میکنن. این مردم چه اهل مسجد و اهل دین باشن یا این مردم لا، او کسانی که خدا را قبول ندارن، خدا را باور ندارن، بت پرستن، کمونستن و هر چی باشن، ولی مال هیچ کس برای ما حلال نیست. فقط در جهاد کفر و اسلام اونجا غنیمت الله حلال کرده. اما نه که مال غیر مسلمان حرامه و هر کسی که مال غیر مسلمان بخوره نفرین خدا سرش میآید. هر کسی مالش مال اوست، این خدا را باور نداره، قبول نداره. ولی انسان خدا عدالت گذاشته توی دنیا، خدا انصاف گذاشته. الله راضی نیست که کسی بی انصافی بکنه و حق دیگران بخوره. لہذا عزیزان من، چه خون مسلمان بریزی چه غیر مسلمان. البته مسلمان به خاطر توحیدش جرم سنگین تره، ولی خون ریختن خون هیچ کسی جایز نیست مگر در یک جهاد که او را علماء زمان فتوا بدن که الان اینجا جهاد است. او تو میدان جنگ، تو میدان جبهه، او طرف میزنه، شما میزنید و جنگ بالاخره یک متجاوز اشغالگر ظالمه که به خاک شما تجاوز کرده، به سرزمین اسلامی و اسلام مورد حمله قرار میده. او تو منظورم اینه که بگم فقط توی جهاد چیزای روا است که اونا مشخصن، ولی در غیر جهاد زدن هیچ کس را صحیح نیست. و قد شد درود ختم کنم. یا تا چای آواز کنم. الله بخش و هدایت ها. بله بله عزیزان، مال نه برای سنت برای کسی حلاله، هیچ کسی فریب نخوره. نه مال شیعه حلاله، نه مال سنی حلاله، نه مال مسلمان حلاله، نه مال گبر حلاله، نه مال هیچ
هیچ انسانی برای کسی دیگه حلال نیست. هیچ کسی نفس را فریب نده، شیطان فریب نده. مال هیچ کسی را الله برای کسی دیگه حلال نکرده مگر اینکه مال کسی از روی تجارت یا اون طریق شرعی مالش منتقل بشه، انتقال پیدا بکنه به دست کسی دیگر و در ملکیت کسی دیگری داخل بشه. ولهذا عزیزان من مسائل مهم. امروز آنچه که توی جامعه هست عزیزان من، آنچه که امروز مشکلات که جامعه مواجهه و اینه که امروز متاسفانه عمل به قرآن عظیم و شان نیست. قرآن مردم تلاوت میکنیم، ما قرآن میگه که لعنت بر دروغگو، اما قرآن میخوانه و کسی که میخوانه هم ممکنه دروغ به زبان بیاورد. خیلی سخت عزیزان، خیلی سنگینه. فکر نکنن حافظان گرامی، او حافظه که روز قیامت شفاعت میکنه. حافظان که قرآن حفظ کردن، حافظان گرامی میدانند که او حافظان روز قیامت شفاعت میکنن و اونجا پیش خدا جایگاه دارن که قرآن حفظ کردند و بر قرآن عمل کردند. عمل به قرآن از حفظ قرآن مهمتره. حفظ درجه بعده. اول عمل به قرآن عظیم الشان. تا ما عمل نکنیم به سعادت نمیرسیم. مسلمان تا به سیره آن حضرت، به رفتار آن حضرت، به زندگی آن حضرت تأسی نکنه و اقتدا نکنه و به قرآن اقتدا نکنه، مسلمان سعادت نداره. عزیزان من، گیر میکنیم توی قبر، گیر میکنه پای ما به عذاب قبر. مادران، خواهران، برادران، سخته. چشمان نبندیم از قبر و از قبر غافل نباشیم. از حساب و کتاب قیامت غافل نباشیم. سوال میشه اونجا، سخت میپرسن، بازجویی سخته. کاهل نمازی اگر بکنیم به مشکل گیر میکنیم. امروز مسلمانان به کاهل نمازی گرفتارن، مسلمانان به انواع گناه گرفتارن. گناه موجوده، عهد شکنیه، وعده خلافیه و چه جرم و جنایت که توی بلاد اسلامی مسلمانان گرفتار نیستن. متاسفانه این گناه فاسد کردن محیط را، فاسد کردن فضا را و جامعه را، فاسد کردن زمین را، ولهذا باران مرتب نیست. قحط پشت سر قحط و زلزله پشت سر زلزله، طوفان و کرونا است و آفات. همه این بلاها عزیزان من نتیجه نافرمانیه، نتیجه غفلت از خدای، نتیجه نادیده گرفتن الله، نتیجه این نمازها یا اعمالی که قضا میکنن. بسیاری میگن که آقا اگر نماز نخوندی ولی دیگه فساد نمیکنه. این فساد نکنه، او چیزی دیگر. نماز نخونده خود فساده. به هر حال وقتی که کسی نماز نمیخونه دیگران به اون میبینن هم نماز نمیخوانن، حکم خدا تعطیل میشه، رکن اعظم دین تعطیل میشه. از این فساد بزرگتر چیه؟ از این گناه سنگینتر چیه؟ باز زکات نمیدن، خیال میکنن که خدا نمیپرسه. نه، زکات از ارکان مهم دینه. اگر زکات ندیم منتظر بمانیم که قبر جلوی من شما را بگیرن. خدا به حال من و شما رحم بکنه، نجات بده. توی دنیا گیر میکنیم، مال تلف میشه اگر زکات ندیم. مال امنیتش از بین میره، برکتش از بین میره، مال تبدیل میشه به مار و تو که گردن ما میشه روز قیامت اگر زکات ندادیم. لہذا این احکام خدا لازمی هستند. من نگرانیم، بنده نگرانیم آنه به عنوان یک طلبه از جامعه شما، به عنوان یکی از دلسوزان جامعه شما که برای شما دل می سوزند و برای شما دعا می کنند. یکی را بنده را یکی تصور کنید از اونها. دلم می سوزه و نگرانم. حقیقت مردم عزیز خاص
من ناراحتم، پریشانم، دغدغه دارم برای شما، پریشانم. مدتی که میخواستیم بیاییم خواست چند بار برنامه ریزی کردیم، اما کرونا در وسط آمد و لحاظا نتوانستیم بیاییم و تجمع درست بکنیم و شما را از نزدیک ملاقات بکنیم. این اختلافات هم میبینم، من ناراحتم. اختلافات زیاد شده، کشتار زیاد شده و کسانی که با هم صله رحمی دارن، قرابت دارن، خویشاوندی دارن، درگیری و اختلاف دارن. و این آدم ها، انسان هایی که کشته میشه، این رهزنی هایی که میشه، این رهبندانی هایی که میشه و انواعی گناه های، اینا تهدید برای امنیت ما را اینها تهدید میکنن، سلامتی جامعه ما را تهدید میکنه، نه تهدید برای دین ما، نه تهدید برای محیط ما. راحت ننشینید علمای عزیز، علمای گرامی، الان رمضان است، الان مردم به مسجدن و بعد از رمضان مسجد مردم ترک میکنه، اکثرا جمع میآین، اینا گیر نمیآین. من دوستانا همین گفتم اونجا هم زاهدان که علما حالا برم با مردم صحبت بکنم. ما با شما نیاز داریم که صحبت کنیم با شما را باید ما قانع کنیم. مردم این واضح نیست که من بنده واضح بکنم، لا، این حرفه که با شما دارم. این مساجد، نور در مساجد، رحمت خدا در مساجد. این مسجد خانه خدایه، وقتی برای الله سخت بشه این خانه خدایه. اینجا همه تو خانه دارید، خانه عالمه، خانه فیش نمازه، خانه سرداره، خانه فرمانداره. این خانه خدا، مساجد خانه خدا. وقتی که کسی با خدا با مسجد رفت و آمد داره، با خدا در ارتباط، به خانه خدا رفت و آمد داره. و وقتی که کسی به خانه خدا نمی آید، یعنی احساس بی نیازی از خدا میکنه، دیگه ترسی نداره، عذر شرعی نداره، به مسجد نمی آید، دلش نمیشه مسجد بره، یعنی علاقه به خدا نداره، یعنی علاقه به خانه خدا نداره. وقتی کسی علاقه به الله داره، الله میگه شما به خانه های من بیایید، نماز برگزار کنید، نمازتون در صف جماعت بخونید، نمازتون را رکوع و سجده را با هم انجام بدید و فرائض با جماعت ادا میکنن. ورکعوا مع الراکعین الله فرموده. و وقتی که کسی ارتباط با مسجد نداره، و ارتباط خانهش با مسجد قطعه، معنی اینکه از نور و رحمت او خودش را قطع کرده. رحمت به مسجد می آید، رحمت به خانه خدا می آید، رحمت به مساجد می آید، رحمت خدا. و خانه ای که در ارتباطه، این رحمت میری به خانه او. این سروران گرامی، افراد که به مساجد تعلق دارن، فرمودن شما شهادت بدید به ایمانشون. آن حضرت فرمودن اینا میتوانید گواهی بدید که مؤمنه، چون ایمان یک چیزی که در قلبه، ولی کسی که در مسجد میاد نشانه ایمانه. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. کسی که ایمان به الله داره مسجد امارت میکنه. این امارت هم شامل ساختمان مسجد به بنده تکمیل بکنه، به مسجد بیاید برای نماز. این هم امارت مسجده و آباد کردن معنوی مسجده. من نگرانم از حقیقتا، من نمیخواهم وقت شما را بگیرم، اما دغدغه‌ام را چگونه به شما منتقل کنم، چگونه با چه زبانی با شما مردم عزیز و دوست داشتنی خاص با چه زبانی با شما صحبت کنم. من اوضاع را خراب میبینم، من فساد میبینم، گناه را میبینم، غفلت را میبینم، اختلاف ها و تفرقه ها را میبینم. اینا نتیجه، اینا عذاب الله. می اختلاف عذاب الله. قرآن تلاوت کنید، سوره انعام. او یلبسکم شیعا و یذیق بأسکم بأس بعض. خدا یکی از عذاب شمینه که دسته میکنه و ما را به وسیله خود ما میزنه.
چرا دست گناهگاران من شما نمیگیرین؟ میتوانند این طوایف، میتوانند این مردم، میتوانند این مادران، خواهران، زنان، میتوانند این جوانان عزیز، میتوانیم که یک سری من شما دست گناهگار را بگیریم، میتوانیم یکی را بیاریم به مسجد آشنا کنیم، یکی را بگیم که آقا تو گناه میکنی نکن. طایفه میتوانه جلوی گناهگار خودش را بگیره. نباید یک طایفه و فامیل امن بشه برای دزدان، برای رهزنان، برای قاتلان که قتل نهت میکنن. طایفه محل امن باشه، کل طایفه به عذاب الله گرفتار میشه اگه چنان کاری بکنه. لحظه باید طایفه نباید یک گناهگاری را، یک کسی که بخون مردم و مال مردم فرار کرده او را امر بده و جاه بده. اگه جاه میده جواب خدا را چه میده؟ لحظه عزیزان من شما مسئولیت داریم، خدایی مسئولیت داریم، والله مسئولیت داریم و من از اون مسئولیت خودم نسبت به شما و مسئولیت شما میترسم که من و شما مورد مؤاخذه قرار بگیریم. چرا مسجد ما خالیه؟ جوانان عزیز ما بعد از رمضان کجان؟ توی رمضان هم همه نمیایم به مسجد. کجان جوانان؟ چرا که امشب شب 17 رمضانه، رمضان داره تمام میشه، کسانی که نیامدن پیام بنده به اونها آنی که برگردن به مساجد، بیان مساجد نماز تراویح را پشتر حفاظ بخونن و نماز را با امشب اینجا ماشاءالله 2 حافظ بود پشتر اینها نماز خواندن، خیلی قرآن زیبا میخواندن. قرآن زیبا بخونید، قرآن خوب بخونید که هیچی جای قرآن نمیگیره و هیچ سرمایه توی این جهان بالاتر از قرآن نیست. قرآن بزرگترین سرمایه که الله به مسلمان هم داده، یک سرمایه عظیم انسان ساز. این کش به شما کرامت میده، به شما شرف میده، به شما امنیت میده، به شما را محبوب خدا میکنه و شما را جنت فردوس میرسانه. این رسمان الهی هست. این رسمان خدا را با 2 دست، با هر 2 دست و با دندان بگیرید و چنگ و دندان بگیرید. قرآن بخونید، قرآن یاد بگیرید، قرآن تلاوت کنید، حدیث که فرمایشات حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخونید، حدیث عمل کنید. و ما باید عمل به احکام دین تمرین کنیم، ما باید عمل به احکام دین را تاکید کنیم و لحاظ این بچه ها را جوانان رسیدگی بکنه. جوانان برنامه آن حضرت، برنامه دین اسلام اگر ما رعایت کنیم درد سر ما کمه و دین اسلام برنامهش اینه که بچه ها را از کوچکی شما آموزش بدید، کلمات دین به اندازه فهمشون و مفاهیم و مطالب دینی را، وحدانیت خدا را، بزرگی خدا را و محبت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم را توی دل بچه تو بکارید و وقتی که 7 ساله میشه قرآن آموزش بدید هر اندازه که میتوانند، علم و روز آموزش بدید. 7 ساله که میشن به نماز امر کنید. بچه های 7 ساله باید نماز بخونن. فضای خانه من و شما باید فضای نماز باشه، فضای دین باشه. 10 ساله اگر نماز نخواند بچه را تنبیه کنه، بپرسید که تو امروز نماز خواندی یا نه. اگر نخوانده داد بکش به سرش و تهدید بکن بچه را که تو نماز باید بخونی. برای بچه را باید از کوچکی آموزش نماز بدید تا وقت 15 ساله و 20 ساله میشه حرف من و شما را قبول بکنه. اگر بچه را کوچکی من و شما رها کنیم بچه بزرگ میشه این حرف قبول نمیکنه. چند رو پیش از این چند نفری پیش ما آمدن مسجد و شکایت کردن که بچه ها درگیر شدن و زدن یک دیگر را. خوب بچه یکی کشته شده و زخمی شدند و من گفتم که به اونا گفتم که این بچه را شما چرا به دنیا میارید؟ بچه کسی بچه بیاره آقا بچه او حدیثی است که آقا کسی سلاح هیچ کسی حق نداره نگهداری کنه مگر کسی که امانت را رعایت کنه. گفت امانت چیه؟ این سلاح را به محلش بکار ببره.
نه این سلاح را برای کشتن مردم، برای تهدید مردم کسی که کار میبره، این خیانت نسبت به سلاح. همینطور عزیزان بچه را کسی نگهداری بکنه که حرمت بچه را حفظ کنه، حق و حقوقش را بچه را تربیت بکنی، بچه ها را به مدارس آموزش پرورش بفرستید، بچه ها را به دانشگاه بفرستید، درس بخونن، علم یاد بگیرن، دانش یاد بگیرن، دوره های دکترا را برن کسب کنن، طی کنن، بچه ها را بفرستی حوزه ها اینجا پیش علما اساتید، بچه های شما را تربیت کنن. شما نیاز به عالم ربانی دارید، عالم صالح دارید، عالم مربی و برنامه ریز دارید. شما نیاز دارید به حافظان با خدا، حافظان با تقوا، حافظی که عامل به قرآن باشه، حافظی که نه تنها در رمضان قرآن تلاوت کنه بلکه سال 12 ماه قرآن بخونه، تمام شبهای طول سال او همیشه وقتی داشته باشه که قرآن در نماز بخونه. و صحابه در نماز میخواندن، زنان مردان خود آن حضرت شبها تا پاسی از شب می نشست و قرآن تلاوت میکرد، سحر قرآن میخواند در نماز. و قرآن برای رمضان نیامده، قرآن در رمضانه، در شب قدر نازل شده، ولی برای طول عمر، برای 12 ماه. حافظان عزیز نباید قرآن فراموش بشه، این روش سلف نیست. سلف صالح قرآن که حفظ کرده در طول سال قرآن نگاه داری کرده و خوانده، نه ماه رمضان دور بکنه که تراویح بیده، نه، این قرآن برای تراویح نیامده. قرآن در تراویح تلاوت میشه، سنتی است، ولی طول سال خوانده میشه، توی نماز خوانده میشه، توی غیر نماز خوانده میشه. ولی هذا این مهمه عزیزان من. دغدغه بنده مردم عزیز خاشعانه که این همه اختلافاتی که اینجاست اینا حل بشن. اختلافات قومی زیاد شده، امروز مسجد حنفا صحبت مختصری بود، اختلافات خانوادگی، اختلافات. و ما خاطره امروز ما تکرار کردیم، اونجا با مولانا یاد شد که به هر حال این از همین که این برادران و خواهران به هر حال یک خانواده با هم در محبت نیست، بین خواهران و برادران کم شده. امو، اما، خال، خاله، والدین، خویشاوندان، رشته داران، بعضی به همه خوبم با رشته داران بدن، به همه خوبم با مادر و پدر بدن، اینا انسان خوب نیستن. صله رحمی عزیزان من دستور الله، حکم خدایی که ما با خویشاونده محبت کنی، کسی بد میکنه شما نیک بکنی، کسی ضرر میرسانه شما نفع برسانی، این صله رحمیه در واقع در است. و صله رحمی حفظ بشه، قرابت حفظ بشه، اختلافات را کنار بگذاریم، با خدا آشتی کنیم، اول توبه کنیم. امشب شب خوبه برای توبه، فرصت خوبی برای توبه کنیم و با الله آشتی کنیم و عهد کنیم که دیگه هم حقوق مردم را رعایت میکنیم، حق همسایه را رعایت میکنیم، به مردم احترام میگذاریم، به مردم حرمت گذاری میکنیم، غیبت کسی را نمیکنیم، غیبت ضعیف را نمیکنیم، تهمت به کسی نمیزنیم، عهد شکنی نمیکنیم، وعده خلافی نمیکنیم. و والدین حق حقوقشون اگه مردن رفتن برای اونها دعای خیر بشه. و این حقوق الناس و یک توبه دیگری که با مستقیم با الله در رابطه با حقوقشون که حق خدا را رعایت کنیم. این حقوق خدا، نمازش نباید قضا بشه، زکات نباید کوتاهی بشه، روزه نباید کوتاهی بشه. اینا اوامر الهیان، اینا فرمانن، اینا دستورن. جلوی شریعت زانو میزنیم، جلوی قرآن زانو میزنیم، اطاعت میکنیم، بار شریعت، تکلیف شریعت که بر سر ما گذاشته به عمل میکنیم. و این دغدغه ما همین عزیزان من که شما به مسجد بیایید، شما تاثیرگذار باشید، شما کار کنید،
شما دیگران را دعوت میدید، خدا به شما رحمت میکنه. شما از یک عبادت نفلی ثواب داره، ولی از عبادت نفلی اگر کسی را بگی که تو برو فرضت را در مسجد ادا کن، کسی را دعوت به دین میدید، دعوت به نماز میدید، کسی را نه کنید و بند کنید از گناه، این خیلی اجر داری، این ثواب عظیمی داره، این ثواب بزرگی داره. و لحظه این کرونا 3 ساله ما نتوانستیم خدمت شما برسیم. الحمدلله علمای عزیز اینجا بودن، ولی ما این دغدغه که بالاخره بگیم و کم دلمون تسلی بشه. همینن عزیزان من، شما یه حرف ما بنده را به همه مادران و خواهران، به همه سروران و برادران و جوانان شهرستان خاص برسونید، جای دیگه برسونید. و ندای ما به شما نه که آی مردم عزیز، شما برخیزید و دین خدا را محکم بگیرید، احکام الهی را محکم بگیرید، اخلاقتون اسلامی کنید و دینی بکنید، اخلاق و واسط زیبا را اختیار کنید، حقوق مردم را رعایت کنید، حقوق ناس را رعایت کنید. مردم عزیز، ندای ما به شما نه که به مساجد مراجعه کنید، بیایید مساجد، نمازتون را در 5 وقت در مسجد ادا کنید، مگر اینکه مسجد خیلی دوره و یا شما نمیتوانید و عذر شرعی دارید، خطر تهدید میکنه، خدا نکرده و چیزی دیگر هست، و الا نمازتون در مسجد ادا بشه. تو مساجد محل نورن، محل هدایتن، محل رحمتن. از مساجد کنار کشی نکنید. مساجد اگر امام باب طبیعت شما نیست اشکال نداره، شما برید پشت سرش نماز بخونید، نماز شما را الله قبول میکنه، به شما اجر میده. و اگر یک مسجد نمیتوانید برید، مسجد دیگه برید. بهرحال نمازتون به جماعت ادا بکنید و پایبند دین باشید. کسانی که انشالله آمادن که امشب اینجا بیعت بکنم بر این که دیگه ما از این بعد انشالله پایبند دین میشیم، گناه را ترک میکنیم، انشالله دست بلند بکنم. ماشاءالله ماشاءالله تشکیل به سوی عمل بدینه، تشکیل به سوی تقوای، چیزی که رمضان ماموریتش آنه که رمضان آمده در ما تقوا ایجاد کنه. تقوا همینه که ما به دستورات خدا عمل کنیم، خدا را نافرمانی نکنیم، پرهیزگاری را اختیار کنیم و ناجایز کار خلاف شر نکنیم و الله را ناراض نکنیم. این سرمایه تقوا رمضان، ماموریت رمضان، حاصل رمضان و ثمره روزه هست. و لحاظا عزیزان شما بخواهید خدا عنایت میکنه، جدی باشید، شما مصمم باشید، خدا شما را کمک میکنه. و این وعده خدایه که الله هر کسی بخواد که به دستور خدا عمل کنه و مصمم باشه، خدا او را نصرت میکنه. خدا یوسف را نصرت کرد. وقتی حضرت یوسف مورد آزمایش قرار گرفت، به گناه دعوت شد، دید که دیگر رای نیست، پا به فرار گذاشت. و این وظیفه مایه که وقتی نتوانیم مقاومت کنیم، فرار کنیم از دست گناه. فرار کردن به هر دربی که رسیدن دربای بسته بر روی یوسف باز شد و یوسف علیه السلام از گناه نجات گرفت. و این سنت الهیه که الله تعالی کمک میکنه. اگر ما بخواهیم کار خلاف نکنیم، اگر ما بخواهیم روزی حرام نخوریم، حلال میدیم. گاهی شده این تجربه شده است که کسی امانت در دستش باشه و این امانت مصرف نکنه، نیاز باشه، ضرورت و فشار بر او و اون نمیخواهد که امانت مصرف کنه، حتی به صورت قرض هم نمیخواهد برداره. همون آن الله کمک میکنه، الله مدد میکنه، دستگیری میکنه، ضعفای بندگانش را میدانه، الله امداد میکنه. خدا را عزیزان من فرمان ببرید. خدا جایگاهش بسیار بزرگه.
و نباید خدا را، خدا جایگاهش در حد نیست که کسی او را نافرمانی بکنه، کسی خلاف دستور خدا را انجام بده. هرچه داریم از الله داریم و همه زندگی ما از آن الله است. الله را نافرمانی نکنید، الله را داشته باشید، الله را نگهداری کنید. نگهداری خدا با نگهداری مقررات خدای، قوانین خدای. من عاجزانه از شما و خیرخواهانه از شما میخواهم که اختلافای خودتون حل کنید، اختلافا را نگذارید. شیاطین جنی و انسی هستند که اختلافا را دامن میزنند، شما نگذارید اختلافات دامن را بدوشند. اختلافا ما حل بشه و دنبال اختلاف نرید و جوانایتان را روشن کنند سفیدان، علما، مردم که از اختلاف گریز کنند. اختلاف شکننده، اختلاف تباه کننده، به دین ضربه میزنه، به دنیا ضربه میزنه، به اقتصاد ضربه میزنه، به علم و دانش ضربه میزنه و اختلاف ضایعش سنگینه. الله تعالی من و شما را نجات بده. اتحادتون را حفظ کنید. و فرماندار محترم گزارش دادن و من خوشحال شدم از این گزارش که چیزای خوبی به سمت خاص بیاید و این وظیفه مسئولین است، وظیفه دولت که برای مردم ملت باید خدمت کنند، برای مردم ایجاد شغل، کار و به در زمینه کارآفرینی برنامه ریزی بکنند، مدیریت کنند، تلاش کنند و راحت ننشینند، کوشش کنند که مردم بیکار مشغول باشند. اکنون بر ملت ما خیلی فشار، فقر، گرسنگی، بیکاری خیلی فشار میاره، فشار سنگینه بر ملت ایرانه، بر مردم استانه، بر مردم خاصه، شهر و روستای مردم خیلی تحت فشاره و واقعا مسئولیت خیلی خیلی سنگین است. در رابطه با این باید تلاش کرد و هم دعا کرد و هم در فکر دوا بود و ما امیدواریم که به هر حال به خواسته های مردم و اونچه که خواسته مردم، حق و حقوق مردم توجه کامل بشه. دولت 13 و دولت جناب آقای رئیسی، مسئولین استان، مسئولین کشور، همه و ما بر اساس قانون، بر اساس تاکید مقام رهبری همینی که به مردم باید خدمت بشه، مردم رسیدگی بشه و به هر حال محور مردم هستند و بالاخره ولی نعمت مردم هستند و به حقوقشون رعایت بشه، عدالت در میانشون گسترش پیدا بکنه، عدالت اجرا بشه. عدالت خیلی مهمه، خیلی حیاتیه، همه به یک نگاه بشه و به خاص مشکلات همه توجه بشه. اینها بالاخره به قومیت نگاه نشه، به زبان نگاه نشه، به مذهب نگاه نشه و به حق و حقوق نیاز بشه. همه ملت ایران، همه مردم ایرانان و از یک دیگر تفاوتی ندارن، بر یک دیگر امتیازی ندارن. هیچ کسی هیچ قومی بر قوم دیگری امتیاز نداره. هیچ کسی بر شما مردم سیستان و بلوچستان، بر شما مردم خاص، بر مردم های دیگری که مرزا نشستن فوقیت نداره. همه ملت ایرانن، ایران مال همه هست و لحظه به همه توجه بشه و ما امیدواریم که مسئولین یکی از اهداف مهم دولت 13 بر اجرای عدالت باشه و بالاخره به عدالت خیلی توجه بشه و اصل و اساس و پایه و عدالت بعضی از مذهب اسلامی جزء اصول اعتقادی قرار دادن و بعضی جزء فرائض و ارکان قرار دادن و ما امیدواریم که الله خیر بیاره و ما از الله تعالی امید خیر داریم. امنیت رعایت بشه و وحدت هم دلی رعایت بشه و اینا چیزایی که نیاز جامعه ما هست و الله شما را توفیق بده. من دغدغه بسیاری هست اما اینجا جای همه نیست، ولی او دغدغه که من دارم، بنده دارم و انتظارات از شما دارم
یک تغییرات، یک تحولات شکل بگیره. بعد از دوران کرونا مردم راهی مسجد بشن، مردم سرازیر به نماز بشن، در تمام خانه ها نماز برگزار بشه، بچه ها تاکید بشن به نماز، بچه ها همه به علم و دانش و مدرسه برن، همه به حوزه برن، همه به دانشگاه برن، همه دنبال فرهنگ باشن، دنبال علم و سواد باشن، نمازهای قضا شده را قضایی بیاورن، روزه را قضایی بیارن، زکاتایی که مانده بدن. این خواسته و دغدغه های ما هست و ما بعد ویلکن شما هم نمیشیم و از این به بعد شرایط خوب باشه به هر حال بیشتر بیاییم انشاءالله تو این منطقه و اینجا در خدمت همکاران علمای دلسوز و علمای خوب را حمایت کنید. این مدارس دینی خیره، این مساجد، اینها شرفم برای جامعه ما، عزتاً. این مدارس دینی، همه مدارس دینی را همکاری کنید، کمک کنید، کار خیر کمک کنید. مسئولان اینجا ماشاءالله از خود منطقه هستند، دلسوزی دارند و اینها را حمایت کنید، همکاری کنید برای انجام کارها و الله تعالی توفیق بده. و من عرایزم را اینجا به پایان برسانم و از الله تعالی عذرخواهی بکنم و از شما هم عذرخواهی دارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.